حضرت سلطان افرمای روتاف آمایمی روتاف هم به مرچنو آمایمی ها مرو نورین ازل شانایمی هاشه درتون نتوش آنایمی دو هم اودلیش قدم را آمایمی این مر آدرن چنش کامایمی نه دروباری پریش مامایمی. با اشاره به این کلام حضرت سلطان، فلسفه مرنو، موقعیت معنوی مرنو، دقیقاً آنچه که در عالم در اتفاق خفتیه در مرنو دوباره تکرار بیاد. بنابراین اگر بتوانیم بزانیم چه اتفاقی که در مرنو خفتیه، باید اتفاق عالم در بلد بومد که در کلام یاری مکررن اشاره بیاد. و نظر موقعیت مکانی مرنویش طبق کلام حضرت سلطان در قسمت نثار که شاهو قرار گردید و هیچ گونه ربط کیش و گرمسیر نیست. حضرت سلطان اشاره گرید و مقام معنوی مرنو افرمای ببینه به مر ایگام ها آگام ببینه به مر درخت خشکم اینا هم بیتر مرم پر بیا هم و نور فر نور آفتابم وست پی سر و زر ندیده ظاهر هن سنگ و گل و هر. به یاران افرمایی که و چشم غیر و چشم ظاهر این مر و کوچکو خاک و خرک درست بیاد، اما ارای یاران این مر نوری مر ذاتیه، در عالم ذاتی خواهیه. کوران نبینا درمان چه خبر تا ایستا هیچ کس ندینش ای بر. افرمای تا الان هیچ کس ای مر و چب نگه در یک طرفت العین مر و امر حضرت سلطان درست و یاران وارد مر هم مویم او یک کلام حضرت سلطان همچین مردا لب مویم او یک تمام ذات گشتی جمع و نام مر. ذات حضرت سلطان ذات هفتن و هفتوانه در درون مر جمع همچین مردا لب مویم او یک دو هم شی مویم و کمان و چک. بعد از جریان مرنو شد دوباره پراکنده اومد چک و باطنیم کمان و سیمک چکم الماسن زلفقاری حک کمانم دامن موی حاطفی رک. افرمای در داخل مر ذات گشتی جمع. بعد از جریان مرنو سه روزه داخل مرنو و همچنین روز چهارم که عیده افرمای بعد از این جریان دوباره پراکنده اومد هر کدامش مرا سرزمینی. البته این
خیلی اشاره به زمان پردیوره که در پردیور دوباره جمع. جمعتان کری جمع، هم چا پردیور جمعتان کری جمع. بشارتی که حضرت سلطان و یارانی خصوصا و 72 پیر که هانا نام قشون چیچک و خودم نازانند، اما بعد از جریان کشتار چیچک 71 پیر، زیرا یکی ولیان به اسم رشید که سرحلقه 72 پیره و در پردیور پیر رستمه و امر و فرمان شیخ قادر توسط شیخ سلامت شهید بود. بنابراین 71 پیر امیرین نام قشون چیچک. بعد از ذکر دینا اون حضرت سلطان افرمای جمعتان کری جمع، هم چا پردیور جمعتان کری جمع. برتان ماوری نتوی ریخولم، شرط بو باوری نه اول ور هم نکوی شاهو بزیی و جمع. هم شاه بودی پی کوی ناشا و نیچم. بعد از جریان مرنو حضرت سلطان و داود در فرمایی که این مره قید بکرد تا بعد از ایمه، تا روز قیامت، تا روزی که دنیا هست کسی این مره به چل نمید. در این بابت حضرت سلطان فرمود تا پی پردیور راهی بین بیمین، هم قافی ایمر قیب بود چیور زین. به نظر دیگران ای مر قیب بود و آثار نمید. ای رنگ و نورش شو و سر کین، ظاهران جلاش نبینو چیدین. تا بشین چیور خانه و هین. امر حضرت سلطانه و داود فرمود که من را قیب بکرد که این من را بعد از این آثار نمینی و ایمیش یواش یواش راهی بود مری پردیور. و اما جریان اصل مرنو و ایره شروع کرد. شیخ عیسی که ظاهراً بوک حضرت سلطانه، آنچه که کلام مشخص کرده 5 کر داشته. این 5 کر ظاهراً به 3 جن بیه. یکی شیخ خدر، دومی شیخ سلامت، سومی شیخ قادر که دارکیان جیاز، چهارمی حضرت سلطان که ظاهراً دارک حضرت دایراک، پنجمی شریف که طبق کلام بیشتر به حضرت سلطان بیاد. شریف مظهر حضرت سه محمد سرحلقه 7 توانه. در کلامن حضرت بابا نوس افرمای
ذات تانم کیشا کرد و اسباب. خطاب به 7 نفر فرمایید من گاهی اوقات ذات و همه اصنم وارد اشیاء هم. در حال حاضریش و امر حضرت سلطان ذات در مال شیخ عیسی و نام سفره و قزان و قالیچه متمرکزه. هدف حضرت سلطانیش و گرد برال یسه که ایس حاجت سفره و قزان و قالیچه و دست باری. بقیه ملک برزنجه و مسجد زرین و آنچه که زمین کشاورزی داشتنه ارا شیخ قادر و شیخ خضر و شیخ سلامت که برال کلنگ حضرت سلطان. حضرت سلطان البته بعد از پرده گردن شیخ عیسی، حضرت شیخ عیسی در راه حج و امر حضرت سلطان توسط حضرت مصطفی قبضه رو کرد. همیشه جریان مفصل خوی دیدید که مورد بحث نیست. بعد از پرده گردن حضرت شیخ عیسی، حضرت سلطان و گرد برال اوشن که میراث شیخ عیسی باید بش بگیم و من ایست حاجت اتوام قزان سفره و قالیچه، اما برال قبول نکرد. حضرت سلطان خطاب به حضرت داود فرماید ایمه باید یک شبه یک مسجد بسازیم که تمام آجرلی و طلا بود. بشکن شیخ قادر و برال بکفن تمه او مسجد بون و ایست حاجت بین تحویل ایمن. حضرت سلطان و امر حضرت سلطان توسط یاران مسجد درست کرد. صبح که شیخ قادر و آبادی برزنجه و خوحرسی برق او خشتل طلا که شوره خوارداسلی ایده نامش به شیخ قادر. حضرت سلطان افرماید که و برال کالمی شیخ خضر و شیخ سلامت و شیخ قادر افرماید این مسجد طلا به اضافه هر چیز زمین کشاورزی داریم اراه من فقط چشمه مرنو و همچنین سفره و قزان و قالیچه و بزانتون. برال وگه یک مشورت کن و قبول کن. بنابراین سفره و قزان و قالیچه و همچنین او چشمه مرنوع این حضرت سلطان و باقی هرچه میراث شیخ عیسی هست حالا شیخ خضر و شیخ سلامت و شیخ قادر و رسم قدیم قیز نیسن امضا کن و قیز رد بدل کن. حضرت سلطان خطاب به حضرت مصطفی فرمایی که
ای برا بوچه که من یعنی شریف بو را مال حسین بگ جاف، حسین بگ جاف و حسن بگ جاف و خوانین او زمان بینه. حسن بگ جاف مظهر حضرت شاورم، ظاهرا بوک دایرا، و حسین بگ جاف یا حسین بگ جلبیش به نام کلام شاربیه مظهر حضرت بابا یادگار که و عمو دایرا. حسین بگ جاف کره به اسم اجاق، حضرت سلطان فرماید که ای برا گوشه که مبوع به دست اجاق و بودو. حضرت مصطفی این مأموریت انجام دید وقتی که تشریف آورید و حضور حضرت سلطان فرماید برا و بیوچه کت دام و دست اجاق برا و بیوچه کت، یعنی شیخ شریف عنقای بیشکت. عنقا اشاره به مظهر حضرت سه محمد که در عالم الست عنقا اسم بیه، یعنی شیخ شریف عنقای بیشکت یورت شیخ موسی بیوهام جکت. شیخ موسیش باز مظهر حضرت سه محمد در برزنجه اسم شیخ موسیه و در پردیور حضرت سه محمد صحابه هفتوان. وقتی که حضرت مصطفی تشریف آورید، حضرت سلطان و حضرت مصطفی که قهار اسمیه و همچنین به حضرت پیر موسی که ملارق اسمیه و حضرت پیر بنیامین که روتاف اسمیه افرمایی حضرت سلطان افرمایی قازان ورگیره قهار تو و عشق قازان ورگیره رکن تو سفره بوس نمهره. این سفره بوس فشته بوس نمهره یعنی سفره بوس فشته. قدیم وقتی مسافرت اگرن سفره چپ راست اخستن و بر سینه گره یا او حالت قازان ورگیره قهار تو و عشق قازان ورگیره رکن تو سفره بوس نمهره تو ورگیره فرش رو تاف پیره. و حضرت مصطفی فرمایی که تو قضا نبگیره دسته و حضرت پیر موسی فرمایی تو سفره بوس پشته و حضرت پیر بنیامینش فرمایی تو نیش فرشکه بگیره جر حنولت تا بشی. حضرت مصطفی و حضرت پیر موسی و حضرت پیر بنیامین امر حضرت سلطان اطاعت کن و گرد حضرت سلطان حرکت کن بری مرنو. اما حضرت سلطان و داود افرمای که فریاد اسمیه افرمای تو قبل از ایمان وش ورا مرنو قیمتی فریاد آونوان فریاد و یاهو
بگنه او نوا بکیش از صدای ازلین گوا پری مرنو راهی بیم روا. حضرت داود حرکت اکی برای مرنو، اما حضرت سلطان و داود فرمای که پنج عمو مدرم، یعنی برال شیخ عیسی، پنج عمو مدرم که باید این پنج عمو منه بوی را قارق به اسم کاجو کاجو، هر کدام یک جام او که مایه و کوسر دارید بیفیان تاقه بون و اشاره است بیره که 7 توانه در زمان برزنجه که یکی جان شیخ عیسی بیا ظاهراً بو که حضرت سلطان و 6 کیلت بیش عموی حضرت سلطان، یعنی برال شیخ عیسی و ای اسم بینه، یک شیخ موسی، 2 شیخ باقی، 3 شیخ ناجی، 4 شیخ بالانتران، 5 شیخ قدرت، 6 شیخ امام، 7 شیخ عیسی. قبلا شیخ موسی و امر حضرت سلطان توسط حضرت مصطفی قبض رو بیاد و شیخ عیسیش باز به امر حضرت سلطان در راه حج قبض رو بیاد. بنابراین 5 عموی حضرت سلطان و اسم شیخ باقی و شیخ ناجی و شیخ بالانتران، شیخ قدرت و شیخ امام باقی همینه که به داود فرمای او اتمنى او مر کاجا و قبض روی آن بکن. حضرت سلطان در این بابت فرمود فریادم و تاو فریاد 5 برا هم بور و تاو ها باقیون ناجی بالانتری نو قدرت و امام هر 5 شیخ باو صداشان بکرد پی رزم حساب برشان پی مر توی کرک هاجو بدشان تنه هر یک جام او را غیبی کوسری پاکسو تاقه بوانی هر 5 به یک هاو ایشانش نجم پردیوری راو هم برشان ماری چاو پرده زرکاو. البته اصلاح بفهمه ایره که به دستور حضرت سلطان داود فرمای که بوتن نام او مر کاجو و توسط آوی که مایه و کوسر گرید بیفیان بکن و هر 5 به نام او مر قیب بود. دوباره هم و پردیور یانه به صورت 7 توانه جمع کرد. حضرت داود این مأموریت انجام وقتی که رسید حضور حضرت سلطان فرمای آزیز هر 5 شام از به امر تو بردم هر 5 شام ها 5 ماموی وید چه را گو رنجشان چا اشکفت و مر کاجاوی کنجشان دام پیشان پیاله کوسری سنجشان شیار پی خزنت اسراری گنجشان تا نپردیور
سوز بومی پنجشان، بدین گواهی جمع سرخنجشان. نا پرده مینا به زی و زرخنجشان. باز و دستور حضرت سلطان حسن بگ جاف و حسین بگ جاف همچنین دایراک و شریف برابروشک حضرت سلطان قبض روح و حضرت سلطان فرمایی که روح یانه باید در مال شیخ احمد دکها شیخانی ظاهر بود که بعد از جریان مرنو بچی مرا مال شیخ احمد دکها شیخانی. وقتی که حضرت مصطفی قضا نگیره دستی حضرت پیرنوسیش سفره وسیع پشتی و حضرت پیر بنیامینش قالیچه هیزه و حرکت کنه برای مرنو که برزنجه یه دفعه شروع که حرکت یا هوا کشید و جا خوی اکنرید انقریبه که آبادی برزنجه نابود بود. در این بابت حضرت سلطان فرمای قازان ورگیره قها تو و عشق قازان ورگیره رکن تو سفره و است نموره تو ورگیره فرش رو تاف پیره تاشیم نقادر سانیم دستوره دستور و هیله وزمیش آو تیره تاریکیش وزیم نتوی زمیره ببینو معجز جمیای کوی جیره جمشت و کوهی بر و او دما جمشت و کوهی کوه و برزنجه بکیش و خوی و صدا و یاهوش خیزو آشوی خاران بلرزو چه رنگ و روی یاران وریزو چه صدا و نوی. افرمایی که ایس حاجت هر گرن بچی مرا مرنو و کوی برزنجیش و فیش سریمه و جا حرکنیده یا هو کشید و فیش سریمه علت حرکت کوی برزنجه و خاطر روح او پنج عموی حضرت سلطانه که توسط او آوک مایی و کوسر داشته توسط حضرت داود قیبینه روح آوانه باعث حرکت کوی او انقریبه که آبادی برزنجه خواهو رو هید حضرت سلطان فرمای این موجزیشه باید شیخ قادر و ایمه دونی اما قبول نکید و قبول نکردن این معجزه باعث او که بالاخره خشون چیچک و بین بشه و نابود. 72 پیر خان نام قشون شیچک تحت اختیار جز رایتل شیخ قادر اما خویان ناشناسه ظاهرا و شیخ قادر درن خدمت کرد. آمونیش خان نام آبادی برزنجه. حضرت پیر بنیامین و حضرت سلطان فرمای که و شونی حرکت کرده انقریبه که آبادی برزنجه و بین بوی 72 پیر خان نام آبادی برزنجه خونن ناشناسن
التجا که به حضور حضرت سلطان و خاطر او 72 پیره یه جوری بکن که این که ساکن او به حرکت نکن. یعنی بابت حضرت پیر بنیامین نفرمود آزیز دمای آزیز نگاه کرد تو او دمای او دید و رحمی به کرنگای اینا که نبیخ زمین کنیای میو آوشونمان یا هوش صدای نوا آوایی خیر و خوایی البته یارت هم نتوی آوایی نیان خبرش چه رمز و رایی. حضرت پیر بنیامین فرمایی که حضرت سلطان تماشا دما بکن که دیری حرکت که غریب آبادی نابود بکی نوا آوایی خیر و خیر یعنی خاپور کردن نابود کردن. البته یارت هم نتوی آوایی و نام آبادی ای یارت هم منظور 72 پیره نیان خبر شما چه رمزه و نه خبر نیرم که ایمه دیریم چه رمزه که با خاران بوخش و ناز و آی بلام خور نبود چا توتای و سایه یک گل صد خار دقای بوتش مبرو آو خدای چه آو فانید صد خار سیای ندوری یک گل آوشان نوشای هم نیش مدان پا گل بی وفای. افرمای وسیقه سر یک در گل صد خاریش او خوان اما خار کار هر نیشدوینه درست نیش اینه یاران ولی خوب بالاخره با خاطر او 72 پیره کاری نه که آبادی برزنج خواه بود. حضرت پیر بنیامین وقتی که التجا به حضور حضرت سلطان دلی اتیره خطاب به حضرت پیر بنیامین فرمای روتا جمیانا روتا کو نه عشق یارم جمیانا عشق و 5 بران هام جمیانا ناجی و باقیم قدرت و گیانا بالانترانم ایمان دیانا 5 ماموی شیخم چا قیبی کانا اوشان و کوهی مدا تکانا تا برشان بایی پی ظاهردانا پی مرونوی یاهو موانا مبو باریشان تا عشق و جانا تا اوشانیش با چا مروسانا بوم 9 درویش چنی اوشانا چا مربو و هم چا مربو و بزم رای نو دیوانا چنو بگیریم صفا و سیوانا. افرمای روح او 5 عموما که شامل شیخ ناجی و شیخ باقی و شیخ قدرت و شیخ بالاتران و شیخ ایمان باعث بیا که ای که و جا بکنی آنیش مایلن که وگرد ایمان بان نام مرنو. حضرت مصطفی، حضرت پیر بنیامین، حضرت داود و حضرت پیر موسی یا نچوار 5 اموال حضرت سلطان. بنابراین حضرت سلطان اشاره بره که اشاره که بو و 9 درویش منظور ای 4 نفر و 7 تن و 5 نفر و 7 سوانه است و گر خود حضرت سلطان بونه 10 نفر که بشنران مرمون.